آیا داریم به آلت سیزن نزدیک میشیم و یا نه؟ جواب این سوال رو به صورت بروز شده در این ویدیو با هم دیگه بررسی و تحلیل خواهیم کرد. این ویدیو در ادامه ویدیو دیروزه که در کانال گذاشته بودیم، اینکه آلت کوین ها در آستانه انفجار هستن و در این ویدیو خدمتتون عرض کردم دو تا شاخص خیلی مهم داریم که واسه پی بردن به اینکه آیا داریم به آلت سیزن نزدیک میشیم و اینکه چه زمانی ممکنه که آلت سیزن رخ بده باید این چند تا شاخص رو با هم دیگه بررسی کنیم و ازتون خواستم که در کامنت ها بهم بگید آیا لازمتونه که این شاخص ها رو هر روز با هم دیگه مرتبا چک کنیم، که شما در کامنت ها خیلی درخواست کردید که بله به صورت روزانه و یا حداقل یک روز در میان تحلیلش رو آپدیت کنیم. این ویدیو در ادامه اون ویدیو هست که خدمتتون عرض کردم. قبل از شروع ویدیو رو لایکش کنید که پر انرژی بریم سراغ بررسی این چند تا مورد. اولین موردی که بررسی میکنیم دامیننس بیت کوینه که میدونید سلطه بیت کوین بر کل بازار، یعنی بر کل مارکت کپ کریپتو رو داره بهمون نشون میده، که در ویدیو قبلی ما در این کندل بودیم، این کندل قرمز رنگ که به ثبت رسید و تونسته کانال سعودی خودش رو به سمت پایین بشکنه. حالا چند تا مورد هست که باید در ادامه بهش توجه کنیم. اولش یکم میام عقب‌تر که کاملا واضح این کانال رو مشاهده کنید که چند تا برخورد داشتیم به این کانال: برخورد 1، برخورد 2، برخورد 3، برخورد 4، برخورد 5 و برخورد 6 که اینجا بوده، ولی اینجا رو به سمت پایین شکسته شده و این کانال بلند مدت سعودی که واسه دامیننس بیت کوین شکل گرفته بود در حال حاضر داره به سمت پایین شکسته میشه که یکی از سیگنال های اصلی شروع آلت سیزن در مارکت کریپتو هست. میبینید این کندل قرمز رنگ، بذار یکم زوم کنم ببینید در چه وضعیتیه، تونسته کانال رو به سمت پایین بشکنه و کندل بعدیش کماکان زیر این خط روند سعودی قرار گرفته و یعنی برنگشته داخل اون کانال سعودیمون. و اینجا ما یک لیدینگ اسپن بی رو داریم از اندیکاتور ایچیموکو که یک حمایت محسوب میشه واسه هر نمودار و هر چارتی، چه حالا دامیننس باشه، چه قیمت یک ارزی باشه یا کلا هر چارتی هم باشه. این ناحیه یک ناحیه حمایتی محسوب میشه و همونطور که یک ناحیه است که قیمت رو به سمت خودش جذب میکنه، یک ناحیه حمایتی هم محسوب میشه. و الان ما با بررسی دامیننس بیت کوین به چند مورد باید توجه کنیم. یک اینکه محدوده 52.56% واسه دامیننس بیت کوین محدوده مهمیه و خودتون از روی گوشی، حالا از روی سیستم، این عدد رو چک کنید که اینجا هم یک حمایت داریم که شکسته شدن این حمایت یک شوک دیگه به بازار وارد میکنه و میتونه آلت کوین ها رو یه پله دیگه صعود بده. پس یک محدوده مهم واسه ما محدوده 52.54% که اگه این محدوده شکسته بشه به راحتی میتونه تا حوالی 52% یا حالا 52.1% پایین بیاد که همین مقدار هم میتونه یک تنفسی بده به آلت کوین ها که در ادامه اگه بتونه تا این خط سبز رنگی که مشخص کردم بتونه حرکت کنه و اون محدوده رو هم بشکنه، به راحتی میتونه تا حوالی 51.2 یا 0.3% پایین بیاد که در این صورت باز هم یک صعود مجدد رو واسه آلت کوین ها باید شاهد باشیم. و چند مورد امیدوار کننده هم داریم در روی چارت میبینیم. یک این که در حال حاضر داریم یک کف پایینتر رو به ثبت میرسونیم که یکی از نشونه‌های تغییر رونده. درسته باید یک مقدار بیشتر بگذره تا این تغییر روند از همه جهت تایید بشه، ولی در حال حاضر داریم میبینیم که یک تغییر روند، یعنی چند تا از نشونه‌های تغییر روند رو داریم مشاهده میکنیم. یکیش هم اینه که در حال حاضر داریم کف پایینتر رو به ثبت میرسونیم و دومیش هم اینه که این کانال سعودی رو که در تایم فریم یک روزه و در تایم فریم هفتگی برقرار هستش رو داریم رو به سمت پایین میشکنیم که یک اتفاق به شدت مبارکی واسه آلت کوین ها. ولی یک موردی که در مورد واگرایی های RSI وجود داره، فعلا واگرای RSI رو مشاهده نمی کنیم چون هم قیمت دو تا سقف پایینتر زده و هم RSI که این یک واگرایی رو بهمون نشون نمیده که بگیم کاملا یک سیگنال نزولی رو بهمون ارائه بده. فعلا اینطوری نیست، ولی خب دو تا مورد تغییر روند رو از روی خود چارت قیمت داریم مشاهده میکنیم که فعلا واگرایی رو از روی چارت نمیتونیم بهش برسیم. شاخص دومی که بررسی میکنیم شاخص توتال 2 هست، کریپتو توتال مارکت کپ excluding BTC، یعنی مارکت کپ کل کریپتو بجز بیت کوین، که یعنی این همون شاخصیه که داره نشون میده چقدر از پول مارکت داخل آلت کوین هست، یعنی
آلت کوین ها به خودشون جذب کردن و پول سرازی شده به بیت کوین رو محاسبه نمیکنه و با این شاخص دقیقاً میتونیم شروع آلت سیزن رو از نظر تکنیکالی بررسی کنیم. این شاخص واقعاً در جای حساسی قرار گرفته. درسته هر احتمالی در بازار وجود داره و ممکنه از همینجا ریجکت بشه، ولی در حال حاضر میبینید که تونسته این کادر رنج خودش رو به سمت بالا بشکنه. این یک مورد دیگه همین الان در یک محدوده مقاومتی هست که بذارید با یک خط واسهتون مشخص کنم که حتی تونسته بالای این محدوده هم تثبیت بده، ولی خب با یک کندل یا دو کندل نمیتونیم بگیم که تثبیت داده و ممکنه دوباره برگرده زیر این محدوده. ولی اگه همینجا بتونه خودش رو بالای محدوده نگه داره، واقعا یک آلت سیزن خواهیم داشت و این چیزیه که از روی این چارت میتونیم بهش پی ببریم. یعنی شما همین شاخص توتال 2 رو به عنوان یک مثلا یک ارز در نظر بگیرید، بیاید این نمودار رو بررسی کنید، میتونید پی ببرید به این موضوع که شکسته شدن این مقاومت راه رو تا رسیدن به این محدوده، بذارید این فلش رو بیارم یکم پایین‌تر، حداقل تا این محدوده، یعنی از نظر رنجی یعنی از نظر قیمتی با درصد بخوام بهتون بگم، تا این محدوده یعنی حدود 15% رشد واسه توتال 2 یا مارکت کپ آلت کوین ها خیلی محتمل میشه که اگه بخواید یک برآیندی داشته باشید اینکه این مقدار رشد چه مقدار رشد رو واسه مثلا آلت کوین های معمولی بازار، حالا اگه خبر خاصی پشتش نباشه، رقم میزنه واسه شون، بیایید ببینید همین رشدی که یعنی آلت کوین ها اخیراً تجربه کردن، این توتال 2 چقدر رشد کرده بود. تقریبا از اینجا تا این حوالی نزدیک 12% رشد باعث شده بود که خیلی از آلت کوین ها حدود 2-3 برابر بشن. یعنی همین الانش خیلی از آلت کوین ها از کفترین قیمتشون حدود 2-3 برابر شدن در این رالی حرکتی اخیر. پس ببینید اگه یک حرکت 15% واسه توتال 2 اتفاق بیفته، خیلی از آلت کوین ها باز هم از همینجا میتونن حداقل 2-3 برابر افزایش قیمت پیدا کنن. اینجاها جاهای حساس بازاره و واقعا احتمال گرفتن سودهای جذاب از بازار زیاد شده. باز هم سعی میکنم تحلیل این چند تا شاخص رو مرتباً، حالا به صورت روزانه یا یک روز در میون اگه فرصت نکنم براتون آپدیت کنم. حتما حواستون به این چند تا شاخص باشه. خودم هم نرسیدم، یعنی منم اگه نرسیدم آپدیت کنم، حتما خودتون حواستون به این چارت ها باشه. و اگه باز هم تمایل دارید که پرقدرت این تحلیل چند تا شاخص رو با هم دیگه ادامه بدیم، باز هم در کامنت ها بهم بگید که هم من انرژی بگیرم و هم بدونم که اصلا لازمتون هست و یا نه. و مورد آخر لینک کانال تلگرام رو در کپشن این ویدیو واسهتون قرار میدم. در کانال تلگرام اگه خواستید و حس کردید لازمتون میشه عضو بشید و تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید.